مرافع دادگاهی دلیر شریپوف خبرنگار تاجیک که باید امروز بعد از ظهر 13 اپریل در دادگاه ناحیه شاه منصور برگزار می‌گردید بر روز دیگر مانده شد. مسئولین دادگاه ناحیه شاه منصور رسما نگفتند که سبب به تأخیر گذاشتن مرافعه چی است. امروز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور روزنامه‌نگاران زیاد و فعالان جامعه شهروندی آمدند تا در مرافعه دلیر شریپوف اشتراک کنند و تا حال معلوم نیست که مرافعه دلیر شریپوف کشاده برگزار می‌گردد و یا اینکه پشت درهای بسته. مسئله کشاده و پوشیده بودنش این صلاحیت سود است. نه که با فکر من که یگون وابستگی به سیر دولتی و با چیز وابستگی ندارد و اصلاً صلاحیت سود است. دلیر شریپوف روز 28 ینوری سال جاری از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد و روز 4 اپریل دادستان کلی تاجیکستان پرونده او را برای بررسی به دادگاه ناحیه شاه منصور ارسال کرد. دلیر شریپوف با برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی عیبدار می شود، اتهامی که خود او و نزدیکانش رد کردند. از روی این اتهام یعنی قسم اول ماده 189 کودکس جنایی که بر اساس این ماده نسبت دلیر شریپوف پرونده باز شده است، بر خبرنگار تاجیک تا 5 سال زندان تهدید میکند. چندین سازمان‌های حامی حقوق انسان از حکومت تاجیکستان بارها طلب کردند که دلیر شریپوف را آزاد کرده حقوق آزادی بیان را برای مردم تامین نماید. در برابر روزنامه‌نگاران اینچنین چند فعال حامی حقوق انسان از جمله آیین‌الحال بابانظر و رئیس سازمان پرسپکتیو و پیلوس نیز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند تا از حق دلیر شریپوف حمایت کنند. من فکر میکنم که اگر عدالت سود در تاجیکستان باشد او باید حتما آزاد کرده شود و شخصا من قریب که بسیار مقاله هایش را خواندم، در یگان جا یگان نشانه جنایی ندیدم. من حقوق‌شناس هستم، بنابراین هم در یک شرایطی که حاضر تمام دنیا بسیار در شرایط وزنین است، میلیون ها آدم ها مرده ایستاده‌اند و امروز باید سیستم سودی تاجیکستان اقلاً یک عائله را خرسند کند. روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی که امروز به نزد دادگاه ناحیه شاه منصور آمدند میگویند هدف آنها از آمدن به اینجا دستگیری دلیر شریپوف میباشد.